عزیز تشکیل محکم که هیچ نمیکنه برین ماشین کل تبگی تو برام محکم میکنم خود میکنه کچ خیلی میاد ماچتی مازور حضرت سلطان ماشاءالله یا برباس هیشا اولیتای پدرکای کسی که میخوره بپولای ها بس که اوبش همه خیلی میره درشانه که نمیدونم کجا میره مقبره را بید درونش خیلی که اجازت نیست درونش در اومدن لیکن به نهایت کلانه را به درگاهش قبول کنه دستگیر روز آخرت کنه فرزندار امر دراز به برکت تا مثل حضرت خدمتگار پدر و مادر کنه برای راست هدایت کنه مملکت ما را تنجی و امان سری فریب گردانه رحیم پروداکشن. سلام علیکم دوستان هواداران سامانه رحیم پروداکشن نوبتان دوستان عزیز با زیارتگاه مزار حضرت سلطان با خوالنگ رفته سیم از یه جایش در رسیدیم که اینجا کم کم بازار چیه نفهمیدم کجایش باشه کدام بشناسه بعد میدونه کجاش ده اینجا میم از با یک بازاری میکنیم با دلشی میریم دوستان عزیز ان شاء الله خداوند نصیب کرده باشه زیارت ما را خداوند با درگاهش قبول کنه و هم شما توصیه میتونم که بیاین بهترین جو علاقه اینجا نگاه که بهار عالی صبح ساز دوستان عزیز اینجا این بازارش بوده اینا بازار ما خطی جانم ماشین خطی اومدیم خدا نگهدار ما دوستان عزیز دل شیشه تماشا کنید تا مزار میریم چیز باشه نباشه به هر یک شما ایشان میتونم دوستان عزیز مزار حضرت سلطان اینا کسانی اومدگی باشه میدونن اینجا این همون مزار های بازی دل شیشه میبینید این بزرگچش جای سودا میکنن اینا بسم الله الرحمن الرحیم اینجا چی نیست توشی نقلیات ما هست اینا ماشاءالله متوزگی رعایت کنید دوستان عزیز این میدونی کدوم نامودی میوه این بافکرم سلطان است لیوای نفهمیدم این اینجا ده گلوس گلوس یولیچگی ها اینا گلوس اینجا ده خوردنش بافکرم بپلای چشیدنش اینه درخت را بی حالا اینجا ده نه افشیده سایی ها اینجا ده نه افشیده سایی نه درخت نگو همهاش گلوس های اینجا جای اشخونه شد جای یکمون چی تیار میکنن همونو بالا میخری اینجاش دوستان عزیز مرقبه حاضر میریم انشاءالله زیارت میکنیم خدا قبولش گردونه زیارت کلان اینجا اینا در نام الله مهربان برم خداوند جوش جنت کنه حضرت اینمی مقبره اینمی حضرت حاضر میریم این نزدیک میبینیم این مقبره بهترین جو الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. پروردگارا گذشتگان همین منزل مکان خداوند جاهاشون جنت کنه گورشون پرنور گردونه. پروردگارا زیارت مومنان را به درگاهش قبول کنه دستگیر روز آخرت کنه
فرزندار عمر دراز و برکت تا مثل حضرت خدمتگار پدر و مادر کنه برای راست هدایت کنه. مملکت ما را تنجی و امان سری فریب گردانه. بیمارا را خداوند شفای کامل عاجل میسر بگردانه. سفرکی ها را سفر نیک اقبال آورده. ربنا افتح بیننا بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. اینم مرقب تلمون دوستان عزیز. بعد اینجا چشمش از با پیش چشمش میریم میبینید ماشاءالله. اینم دوستان عزیز چشمایی که جای آب میخوری. اینه مازی آب میخوریم. اینجا جای آب خوریه. ماما جا میخوری. اینه بسم الله الرحمن الرحیم. میخوری بچه. اینجا جای همین آب خوریش چشمایش که میخوریم. اینجا هم چشمای کلماشه. اینجا هم گفتیم که جای زیارت گوهاش. آبش همه خیلی میروه. درشنه که نمیدونم کجا میروه. مقبره را بید درونش خیلی که اجازت نیست درونش در اومدن، لیکن به نهایت کلانه. یک چیزی که به نهایت کلانه. یک کروشکه را بگی او دا کی مون؟ شینه جای تماشاش اینجا میره اون تا اوجا را جای تماشا داشته. اینا درختاش نگاه که هر یک درخت این 100 ساله ممکنه شدگی باشه. دوستان عزیز تشکیل دوستان عزیز نه مهم علاقه ساعت 12 شید ابید شید. اینا جایی که زیارتگاهی که هر یک که ما و شما میدونیم اکثریت اون اومدگیم منظور حضرت سلطان. اینا به حج جای خوب جای قرآن. اینا اینجا بازارش بدهیم. اینجا بازارای بالا گسینسای هاست دونوش هم میریم هر یک کدام شما در ایشان میتونیم انشاءالله که بهترین میشه. و امروز بیگای جمعه روز بهترینه انشاءالله. بیگای پنجشنبه بخشی برادرها بیگای پنجشنبه پگاه جمعه انشاءالله که روز خوب ایده بهترین دلش فقط تماشا کنین راحت کنین. بهترین جای زیارتگاه های اینجا فقط میای دعا میکنی ذکر میکنی میره دوستان عزیز. اینا مسجد مزار حضرت سلطان ماشاءالله بهترین با تمام سنتش 5 وقت نماز همش گذاشته میشه ماشاءالله بهترین. اینا باغش رفتیم دیدیم اونجا مسجد بود. اینجا باغای جای میای تماشا میکنی. اینه پره هم باغای اینه پره اما باغای دوستان عزیز. لیک اینه شا نفهمیدم آنهایش چی باشه. آنهایش چی باشه. تولوری پذیریم. اینه دوستان عزیز گسنی سوش بدایم. گسنی سوش هم سوز 150 سومون. اینا 150 سومون 50 سومی سر یادم داد بکسرش 100 سومی. خیلی مقصد نرمال نی نشتیه کوزی گسنی سوش هم جولا سرکه جولا زیسه اینا نگاه کن. ما در تگی چی در اون کشدیم جولا. اینا جولا روی چکل زدی سه انشالله گذاشت. آنا بولو رو محکم که هیچ نمیکنه. برای این ماشین کلتا بگی تو برای ما محکم میکنم. برای چه ما محکم میکنم. برای این دوستان عزیز جولا را بینی. واه
اینا جولا بس کن بس کن اینا اومدن نیموی را بی سیل بی چخیر رفتی سای دیدی اینا فاس که پریده سای همه را نگوی بچه ها نگو ایمون ندارن مورا سلام علیکم دوستان عزیز اینا مزار حضرت سلطان با قرار داریم باز یک شورباچه میکنیم همه کسا تماشا کنیم دلچه چخیل میشه بهترین زیارتگاه مرحمت بیاین زیارت کنیم دوستان عزیز باز دلچه خود میکنیم میبینید تماشا کنیم راحت کنیم دوستان عزیز باز دلچه تماشا کنیم خود میکنیم چخیل میان بعد با او بتیم زیارتگاه مزار حضرت سلطانان ماما جان معقول چی؟ حاضی گوشته خون شروع میکنیم پیش ایکو را سر کردم میگن دستایتان رو 3 بار شوید گوشت هم بوشو چه نمک کردگی اینا میشه 3-4 کزده نرمال نه 1 کیلو گوشت 65 سوم اینا یه بار بس هیش ها اینا بچه پوستا کاره جان دیو خی مایلو هیچ نمیکنه انا با بیرون اوشون کمی گوشو انا گوش کن گوش شو پارتو سیوکه کنیم ای فرابی ای فرابی بسم الله الرحمن رفتیم بسم الله الرحمن الرحیم خدا خیرش قبول کنه ماما جون خدا خیرش قبول کنه ماما اینا انا حاجی فقط تلفن نکش نگاه کنم میسم نگاه کن حاجی را توقع میمونه میشویم نگاه کن ماما شما تی بچه را بینا اینا میشویم بعد با اینجا میریم اینجا بیا ولی چرا بی اینا اوی تو من نجی در تلفن مایلا اینا اینا بی ولی که پدر کسی که میخوره بپوله هم اینا قدمت تایار شد تاری